وقتی رفتم به یوتیوبم یه سر زدم و دیدم آخرین ویدیویی که گذاشتم 4 تا بازدید داره. به این فکر کردم که پس باید برم سوپرمارکت بزنم و زدم. اینم از سوپرمارکت ما، اسمش گروکری استور. اگر اینجا رو ببینید چند تا جنس خریدم و اولین مشتریمون اومد. بابا ایشون یه دونه پوشک میخواستن که $12 11 و 99. اوکیه دیگه، از الان در رو ببندیم. کسی الان میتونیم بریم قسمت شاپ مارکت و چند تا چیز داره بخریم. الان ما مقدار پولمون $126,000 که پول از هر کدوم یه دونه میخریم و 14 ثانیه دیگه میاییم بریم بیرون منتظر وایسیم و دا برامون جعبه فرستاد. بسیار بازی منطقیه و ما میریم توی اینجا میچینیم. اسمش هم پوپسه. حالا در مغازه رو باز میکنیم و میستیم تا بیان. یک نفر از دوردست ها داره میاد دقیق سمت مغازه ما. یکی دیگه 2 تا مشتری تا الان. بفرمایید داخل، بفرمایید. $254 پول داریم و میریم شاپ قسمت مارکت و قفسه میخریم. چی بخریم؟ فریزر نه و عادی میخریم. یه دونه میخریم و خریدی. What the hell؟ همینجوره دائم میابه و داریم میسو. تازه بهترین گیم جهانه این بازی.